امروز رفتم شوروم بی ام و که چشم به این سفید جذاب افتاد. به نظرم یکی از اسپورت ترین سدان‌های موجود تو بازاره. بی ام و M3 کامپتیشن پرفورمنس با کد اتاق G80. گفتم به طور خلاصه اینو ماشین رو بهتون معرفی کنم. در نمای جلوی این بی ام و ورودی‌های بزرگ M به همراه فیبر کربن و چراغ‌های باریک کشت خودنمایی میکنه. رینگش M1000 هست، رنگش بی کالر، جلو 19 اینچی و عقب 20 اینچیه. برای دمفورس بهتر تو سرعت‌های بالا ام پرفورمنس وینگ داره یا اون بالای عقبشو. دیفیوزرهای عقب بسیار خوشگل و از جنس فیبر کربن، 4 تا لوله اگزوز بزرگم داره. برای کاهش وزن سقف این ماشین فیبر کربن کردن و خبری از سانروف نیستش. کد موتورش S58، یه موتور 3 لیتری تو این توربو 6 سیلندر که میتونه بیش از 500 اسب خورد قدرت تولید کنه، به همراه گیربکس 8 سرعته زده و سیستم تعلیق چهارچرخ متحرک ایکس درایو بی ام و میتونه توی 3.3 ثانیه 0 تا 100 رو پر کنه. داخل این هیولا فقط کیفیت چرم مرینو قرمز و مشکی به همراه صفحه نمایش خمیده 27 اینچی با آی درایو 8.5 بی ام و، سیستم صوتی هارمن کاردون با 16 بلندگو و خروجی 600 وات، فیبر کربن بی‌نهایت استفاده شده داخل این ماشین، فرمون خوش‌دست، 2 تا حالت تنظیم رانندگی، تمام رادارها رو داره و قیمتش هم 535,000 درهمه.